اگر به مسافرت کردن و گشتن توی دنیا علاقه داری، فرصت خوبیه که با من توی دنیایی از طرح‌ها و معماری‌های غول‌پیکر و عظیم همراه بشی تا با هم آسمان خراشی که عجیب توی دنیا سر صدا کردن رو ببینیم. اگر تو هم دوست داری بدونی که اون برجی قرار از برج خلیفه نگین دبی بلندتر ساخته بشه، توی چه کشوری و قراره توسط کی ساخته بشه، تا آخر ویدیو با من همراه باش. مورد اول، برج شنژن. این برج که به 6مین برج بلند توی دنیا معروفه، تو کشور چین و شهر شنژن قرار داره. ارتفاع این بنای عظیم 521 متر ثبت شده که در سال 2017 شروع به ساختن شد و سال 2019 کاملا ساختنش به پایان رسید. این برج نماد پیشرفته بودن و زیبایی شهر شنژن چین محسوب میشه. مورد دوم، مرکز تجاری جهانی 1. این برج در شهر نیویورک آمریکا قرار داره که یکی از بزرگترین مراکز تجاری آمریکا به شمار میره. این برج که 541 متر ارتفاع داره، برخلاف برج‌های دیگه بیشتر طبقاتش اداری محسوب میشه و فقط چند طبقه برای استراحت کارکنان در نظر گرفته شده. این برج نگین شهر نیویورک به شمار میره. چیز جالبتری که این بنا رو خاص و منحصر به فرد میکنه، پل شیشه‌ایه که توی طبقه 121 قرار داره. از اونجا میتونی بر اتمام نیویورک چیره بشی. قبل از اینکه بریم مورد سوم رو ببینیم، لایک کردن ویدیو یادتون نره که قرار مورد بعدی از برج‌های هیجان انگیز واسهتون بگم. مورد سوم، در اینجا میرسیم به نماد کشور کره جنوبی، برج لوته. آسمان خراشی که توی سئول مرکز کشور کره جنوبی قرار داره، این شهر رو به طور خاصی جذاب کرده. برج لوته که 554 متر ارتفاع داره، از 123 طبقه تشکیل شده. این برج الان یکی از بلندترین ساختمان‌های کره جنوبی و جزو 10 برج برتر کل دنیا محسوب میشه. مورد 4، برج تجاری پینگان. چینی‌ها همیشه در رأس ساختن ساختمان‌های عظیم جای دارن و در هر نوبت اسم چین و ساختمان‌های غول‌پیکری سر زبون هاست. مرکز تجاری پینگان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی توی قلب کشور چین، یعنی شهر شنژن قرار داره. این برج با داشتن 599 متر ارتفاع و 128 طبقه، به جز اینکه داخل خود شهر شنژن غوغا پا کرده، توی خاص‌ترین های دنیا قرار داره. این برج سال 2018 طراحی و سال 2019 ساختنش به پایان رسید. اما میرسیم به مورد پنجم که واقعا عالیه. مورد پنجم، برج خلیفه. برجی که مطمئنم همتون اونو میشناسین و به عنوان بلندترین برج دنیا تا حالا اونو شناخته بودین. حالا دومین برج بلند توی دنیاست با ارتفاع 828 متر. این برج توی سال 2004 طراحی ساختنش رو یک مهندس آمریکایی طراحی کرد که سال 2020 ساختنش تموم شد. این برج که توی کشور امارات و شهر دبی ساخته شده، تا سال 2022 بلندترین برج دنیا محسوب می شد، ولی یک برج دیگه توی سال 2023 رکورد این برج عظیم و شکست که توی مورد بعدیه. حالا اگر میخوای بدونی مورد جنجالی و پنهانی بعدی چیه، کانال گنجینه حقایق رو سابسکرایب کن تا با هم مورد آخر رو ببینیم. اما مورد ششم و مورد آخر، برج خور. برجی که از سال 2020 براش برنامه‌ریزی کردن و قرار 100 متر بلندتر از برج خلیفه ساخته بشه، یعنی 928 متر باشه. برج خوره که باز هم در کشور دبی ساخته میشه. این کشور برای پول پارو کردن از طریق گردشگری این برج خور رو انتخاب کرده. این برج احتمالاً تا سال آینده آماده نمایشش به جهانه. کشور دبی برای اینکه کسی نتونه رکورد بلندترین آسمان خراش رو بشکنه، به جای یکی 2 تا از بلندترین برج‌ها رو از آن خودش کرده. حالا به نظر شما کشوری که بتونه رکورد دبی رو بشکنه میتونه چه کشوری باشه؟ تو کامنت ها برام بنویسید. سر زدن به کپشن هم یادتون نره.